سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. خب امروز قراره بریم چالش بریم، چالش سعی کن نخندی با مجازات و خب مجازات خیلی سخت. حالا مجازات چیه؟ مجازات اینه که اگه اول جون بخنده 5 بار، جونمون هم 5 بار. آره، این مثل گربه 5 تا جون داره. یک معجون مشتی درست میکنیم براش که بخوره. اگه من بخندم آقا اول به انتخاب خودش یه معجون میده من بخورم. دیگه باید ببینیم چی میشه. و خب معجون هم امکان داره از هر چیزی تشکیل شده باشه. معجون مرگه. بله، دقیقاً معجون مرگه. خب بدون هیچ معطلی بریم که داشته باشیم. خیلی خوب، بریم که شروع کنیم. کباب خیلی دوش لاستیکه. باز اینا هم نمیخورم، تو هم نمیخوری. آره ما از این شانس هم خب یه جون رفت، 4 تا میمونه. آقا این چی بود؟ آقا بریم. درسته. دو تا رفت. چرا خوب میخندی؟ خود دست خودم نمیتونم. آقا دیگه تمامه، دیگه نمیخندم. انگشتای کشیدتو کثافت بچه خرس. آخر من بوسه داغمو بگیر. بوسه داغ. توی فرانسه یه عطر هست که به قیمت 200,000 یورو فروخته میشه. علت گرونی این عطر هم اینه که کارشناسا میان با مشتری صحبت میکنن، با توجه بیوگرافی شخص از کودکی تا بزرگسالی اون عطر رو منطبق با شخصیت اون شخص میسازن. عطر تو بو ان میده. اونجا با کارشناسا صحبت کرده، زندگیشو تعریف کرده، در آوردن شاشیدن تو شیشه دادن دستش. پدرت خندیدی؟ نه خندم، خفه شو. اوه ناز اشوه پدرت. چه نازی هم میاد. اشوه چه اشوهی داره، چه کونی داره، چه قدی داره. اینه که خوبه. اوه شت شت. با پمهش تو باید کوچه ببندی الان. خوب نخندم. از این نبود، از این نبود. خنده است. 3 تا رفت، 3 تا میمونه 2 تا. این هم از شانس مایه. من دیگه نمیخوام، تمام. ماتماتیکس خارج شد بدبخت. الله چه مموتیه. همه چی تو هم وافی شده. و کسکلوکو هم فقط کابریانه. فکر میکنم رفت جو. به چی خندیدی الان؟ آقا جونش تمام شد. دیدیم که یه معجون خوشگل با ما داشته باشی. آقا نمیتونم، به خدا نتونستم. بریم برای ابوالفضل درست کنیم سالاد اولویه. سس قرمز با سس سفید ترکیب شه جالب میشه. پروشیه نمیدونم چی با آب نمیدونم تو چی کرم خوب نیست ولی خوب. سوسیسه محسوس خودته. سوسیسه. به قول اینجا محل آزمایشات ماست. بریم که استارت رو بزنیم. با کره شروع میکنیم. اینقدر میریزیم چون گناه داره بیشتر نریزیم. یه ببینی پس میفته میمیره که خونش میفته گردن ما. سوسیسه. گربه خوب نیست ولی خوب. سس ماما میا ماماسیتا کالچرا. چه ترکیب سمی داره میشه. وای آقا من نمیتونم. خودم حالم داره بد میشه الان ولی خب سالاد اولویه. حالا وارد بحث ترشی سیر میشیم. او شت. بسه. همین الان داره اوق میزنه. حالم بد. ترشی نمیدونم چی ولی خب
فکر کنم با آب قاطی شه چی میشه؟ خب اینم از محصول پایانی. بوش و بچه شما نمیدونین چه بویی داره. آب شیت خوشمزه است اول کمی گوه شده یه لیوان بعد ازحاله. یه لیوان بعد میریزم بخور عشق کن عشقم. کره خوب نیست ولی خوب بوی چای فاضلاب میده. به معنای واقعی به چای فاضلاب. نه آبشو بریز. خب من کنار سینک وایسادم تا حالا بچه توف کنم. به بچه ها قول دادی که بخوری. همش برشون بخور باید تا تهش بری. اینم از این. محلش نذارین این بالاخره یه جورایی زده بالا دیگه آدم یه سنی میرسه. من اومدم جیب خودم رو پر کنم. من اومدم اول فکر خودم باشم ارضا کنم اون حس درونی قدرت طلبیمو. بعداً اگه ارضا شدم میتونم برای شما کاری بکنم. نمیگم برای شما کاری میکنم چون یه دروغ بزرگه. من قدرت طلبم. الان اینجا اومدم وقت گذاشتم برای ارضا کردن حس درونی قدرت طلبی خودم اینجا اومدم. سال 99 تموم شد. بهترین اتفاق شما فکر کنید یعنی بهترین اتفاق برای شما سال 99 گهترین سال تاریخ کبیسه و کسیبه بود. کثیف‌ترین سال بود، انترین سال بود. دو تا از بهترین دوستامون، یکی از عزیزترینشون مرداد مینوند ما دست دادیم. ریدم تو این سال. الان پدر زد. وا دوباره اومدی؟ بله خارکسه دوباره اومدم. تو رو خدا امروز شروع نکن بابا، من خیلی خستم، وقت این کارا رو ندارم. بس برو بمیر تخم خر. گفتم بس کن بابا. تو کی فکر کردی هستی پوفیوس؟ وای چیه چی آقا بیزنسمن استاکت رفت پایین؟ از بوکند عرق لباستون خسته شدیم دیگه. دوزنیا برید درش بیاری همون بکنید. حق گرفتنیه. ما باید حقمون رو از خاکمون بگیریم. چجوری؟ تموم کنیم قرقر و نق و اعتراضای الکی و ایران هست از آقا مهدی باکری که وقتی از خاکریزهای دشمن عبور میکرد میگفتم آقا مهدی یا ساشین آذربایجان از همت